میخوایم امروز سیستم‌های سوخت رو یه بررسی بکنیم. این دفعه منتها یونیت انژکتورهایی که میبینین رو یه بررسی میکنیم، نحوه کار، ایرادات، خوبیاشون و تنظیمی اگه چیزی دارن و یه بررسی با هم دیگه میکنیم، تفاوتش با بقیه سیستم ها و البته که حالا سیستم های دیگه سوخت و مثل پمپ انژکتور و کامان ریل رو بعداً توی ویدیوهای دیگه بررسی میکنیم. مدل قدیمی این سوزن انژکتورها این شیر برقی رو نداشت و از دو بخش تشکیل شده بود، یه دونه قسمت بالا پمپ و پایینش هم سوزن انژکتور. شاید روی موتورایی مثل کومنز، کاترپیلار دیده باشین اون مدلو. جدیدترش که این باشه که خب یه شیر برقی بهش اضاف شده، از طریق ایسی موتور کنترل میشه. تفاوتش با سیستم خود قدیمیش خب کنترل بهتر و تنظیماتی که داره، حالا پارامترهایی که از بیرون موتورم داخل میتونه باشه روی سوزن اونها رو هم داره. از سیستم های پمپ انژکتور قدیمی تعمیرات و اینا خب شاید از هزینه کم نباشه، ولی تعمیرات راحت تری داره. اونها مکانیکی بودن و خیلی احتیاج به تعمیر دقت بالاتر و تنظیمات بیشتری داشتن. به نسبت پمپ انژکتورهای خطی، حالا یا روتاری میگن هر چی اسمش هست، اینها کنترل پاشش بهتری دارن، همینطور متغیر بودن زمان پاشش و همینطور توی بعضی مدل ها بر حسب دمای محیط، دمای سوخت، دمای روغن، دمای آب هم خب متغیر میزان پاشش و اینها، و اینکه هر خونه جداگانه میتونه برد موتور کنترل کنه، هر خانه ای رو جداگانه. و اما تفاوتشون نسبت به سیستم کامان ریل، اگه نبود سختگیری‌های چی بهش میگن استانداردهای آلایندگی، شاید هیچ وقت شرکت ها نمی رفتن سراغ کامان ریل و از همین سیستم استفاده میکردن، چون واقعا سیستم کارآمدتریه به نسبت کامان ریل. به خاطر کیفیت بد گازوئیل، حالا آب داشته باشه، آشغال داشته باشه، کیفیتش بهتر جواب میده این سوزن از کامان ریل، چون فشار سوختشون پایین تره نسبت کامان ریل، همینطور که صدای کمتری نسبت به همه مدل های سیستم های سوخت رسانی داره. اما کامان ریل ها خب کیفیت بالاتری دارن، میتونن کنترل بهتری روی سوزن دارن، پاشش چند مرحله‌ای رو میتونن اجرا کنن، البته که بستگی به موتور داره. روی این مدل زیاد بعضی مدل ها هست که متغیرهای مثل دمای سوخت ورودی و فشار سوخت ورودی هم خیلی تاثیر داره، ولی مثلا این موتور تأثیری روش نداره، اصلا شما اون متغیرها رو ندی به موتورم براش مهم نیست. نحوه کار چجوریه؟ یه پمپ داره که سوخت و پمپ میکنه و بقیهش هم که سوزن و تنظیم سوزن، و یه شیر برقی که زمان بندی رو کنترل میکنه. همه این سیستم های سوخت دیزل یه پمپ تغذیه کوچیک دارن، هر نوعی که بگید. این موتور اینه، این پمپی که اینجا میبینین یه پمپ تغذیه سوخت اولیه است. همشون هم دارن، چه کامان ریل باشه چه پمپ خطی باشه، همشون این پمپچه رو دارن. فقط کارش اینه که سوخت رو برسونه به این سوزنا، فشار سوخت بالایی رو نداره. یعنی من الان اگه یه 20 لیتری پر کنم تو ارتفاع نیم متری 1 متری از موتور قرار بدم، بازم این موتور کار میکنه بدون ایراد، فقط گازوئیل رو میرسونه به سوزنا، همین، کار عجیب غریبی نمیکنه. و برای تنظیمش، اما کل تنظیم که فکر کنین چیز پیچیده‌ایه، چون قدیم با درجه تنظیم میکردن. فشار شاید فکر کنین پیش خودتون که خیلی چیز عجیب غریبیه، ولی تا بریم سراغ تنظیمش شما لطف کنین و لایک کنین ویدیو رو، سابسکرایب کنین اگه علاقه دارین به موتورهای دیزل، کامیون، حالا تعمیراتشون، و ممنون که حمایت میکنین مثل همیشه. و جدیدن هم ویدیو کم برای من میفرستن دوستان، اگه لطف کنین از کاراتون ویدیو بفرستین بازم مثل سابق.
ممنون میشم. هدف از تنظیم سوخت توی این سوزن ها، خب اگه کم تنظیمش کنی خب اون فشار مورد نیاز سوزن کم میشه سر سوزن، و اگه زیاد تنظیم کنی فشار رو زیادتر نمی کنی، در واقع به سوزن آسیب میزنی، چون این سیلند، این پیستونی که اینجا میبینین رفت و برگشت میره تا انتها میره معمولا. و حالا توی موتورهای مختلف جاهای مختلفی تنظیم کردن، مثلا موتورهای آمریکایی روی همون خونه‌ای که فیلر میزنی همونجا سوزن رو یه درجه‌ای گذاشتن براش تنظیم کنین. توی ولوو اینها هم همون خانه‌ای که داری فیلر میزنی رو همونجا اسپک رو میاری میچسبونی روی این سوزن، و اگه اشتباه نکنم 240 درجه هم سفت میکنی، تنظیم میشه. توی این مدل که ایویکوه متفاوت انتخاب کردن تنظیمش رو، گذاشتن بعد از این که کاملا پیستون رفت جلو و اسپک کاملا فشار آورد به سوزن، یعنی آخرین نقطه پایین سوزن، اونجا یه 180 درجه پیچو کامل صفر میکنی، 180 درجه شل میکنی، یعنی در واقع یه خانه فیلر رو رد میکنی. خانه قبلی که فیلر زدی رو ویدیو داریم راجع به فیلر موتور ایویکو کورسور 13، تو اون ویدیو کامل توضیح دادم. به هر حال چیز عجیب غریبی نیست تنظیمشون رو، فکر نکنین با تنظیم فیلر سوزن خیلی تأثیر زیادی روی حجم پاشش و اینها شما ندارین، و فقط همین مثل یه فیلر سوپاپه که چقدر بالا پایین بشه، همین. و خب دیگه نکته دیگه ای هم ایراداتشو نگفتم. ببینین اگه یه زمانی موتورتون درست کار میکنه، دود نمیکنه و فقط کم میاره موتور و دیاگ زدین و دیاگ بهتون میگه سوزناتون ضعیفه، توصیه من اینه که اصلا توجه زیادی به دیاگ نکنین. اول برین سراغ ایراد دیگه، مثلا سوخت بهش برسه به سوزن و توربوتون مشکلی داشته نداره، جای دیگر رو چک کنین، در آخرین مرحله برین سراغ سوزن، چون معمولا این ایراد از جای دیگه از سوزن، دود کردن، بد کار کردن، پنج کار کردن، اینا همه خوب از سوزن میشه سوختش. و اینکه بالا پایین بودن خود سوزن هم، این بوشای سیلند اگه بالا پایین جا بزنین هم میتونه راه نره، دود کنه ماشین، و باید اینو توجه کنین. گازوئیل اومدن توی روغن داخل سوزن اورنگایی داره که حالا پمپسازا تست میکنن اینو، این حتی این اورنگ وسط ببینین بین رفت و برگشت گازوئیل هست، اینم میتونه تاثیر بذاره روی بد کار کردن. خب بالا پایین اگه خراب باشه گازوئیل میاد توی روغن و پایینم میره، البته که نمیره داخل آب، ولی خب اگه بوشتون هم خراب باشه، بوش سوزن، داخل آب هم گازوئیل میره. همین و همه رو فکر کنم گفتم. ایراد دیگه سوالی چیزی بود، نکته‌ای رو من فراموش کردم بگم، ممنون میشم بگین و مثل همیشه موفق باشین.